حکایت میکنند از شقیق بلخی که چون در راه کعبه به بغداد رسید، هارون الرشید او را طلب کرد. شقیق با اکراه نزد هارون رفت. هارون الرشید از او پرسید. شقیق در پاسخ جواب داد: شقیق منم، اما زاهد نیستم. هارون از او خواست که سخن چند بر سبیل موعظه و نصیحت گوید. شقیق بلخی گفت: ای هارون، چنین تصور کن که در یک بیابانی به آب و علف تشنه مانده ایم و لبهایت از سختی تشنگی چون چوب خشک شده است و به هلاکت نزدیک گردیده ای. در این حالت اگر کوزه آب خنک و گوارا یابی و چند خری از صاحب آن؟ هارون الرشید گفت: به هر مقدار مبلغی که صاحب آب بخواهد. شقیق در جواب فرمود: اگر نفروشد مگر به نیمه مملکت تو، آیا باز هم خریدار آن هستی؟ هارون الرشید گفت: به خدا سوگند که میخرم. شقیق در جواب فرمود: تصور کن که آن آب را خوردی و پیشاب تو بند شده و از تو بیرون نیامد، چنان که خوف هلاکت بود. اگر کسی در آن حال گوید که من تو را علاج میکنم اما نیمه دیگری مملکت تو بستانم، چی کنی؟ هارون گفت: به خدا سوگند که میدهم. شقیق بلخی خندید و گفت: در این صورت به مملکتی که قیمتش شربت آب باشد که بخوری و از تو خارج نشود چی نازی؟ هارون به شنیدن این سخنان به سختی بگریست و شقیق را با اعزاز و اکرام تمام به مکه فرستاد.